بهترین نوع مردن، زیباترین نوع مردن، کاملترین نوع مردن. کسی که در راه نشر دین خدا شهید میشه کفن نداره، نمازم نداره، غسلم نداره، لباسش کفنشه. کسی غسل به شهید نمیده، با اولین قطره خونش همه گناهانش بخشیده میشه. زمین هم حق نداره که شهید جسمشو بخوره. زمین حق نداره جسم دو نفر رو بخوره، یکی جسم انبیا، یکی جسم شهدای در راه حق. یعنی الان اگه قبر عمر رضی الله عنه الان چه، یا قبر حیدر یا قبر عثمان، هر کدومشون الان برید قبرشون رو باز بکنید، خون فکر میکنید تازه است. شهدای احد اللون لون الدم و الریح ریح المسک، رنگ خونه، بوی مشک نزد خداوند. به کمتر از شهادت در راه خدا راضی نشید. انسان همونطوری که میمیره همونطور مبعوث میشه. اگه در حال عود زدن بمیری، یه وقتی یه خواننده مشهور عرب در حالی که عود میزد همینجور گردنش خشم، عودم تو دستش. سکران باشی بمیرید، هر طوره که مردید همونطورم. خدا اون روز نیاره که مسلمان در حال شراب نوشیدن با همون قطبی پس زمین حق نداره جسم دو نفر رو بخوره. تمنای خوب مردن در راه خدا و این که مالت و جانت و خانوادت رو با خدا معامله بکنید، الله خریدارشه. ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. حاضر نفستو برای الله بفروشید، خانوادتو بفروشید برای الله. الله مشتری است. مال تو، خدا میگه ان الله اشترا یعنی خرید، مشتریه. خداوند مشتری جان و مال و خانوادته. انفسهم و اموالهم، که حاضر با الله که مشتری معامله بکنه. بأن لهم الجنه، در مقابلش بهشت براشونه. بالاتر از بهشت وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر لا تضامون فی رؤیته. پروردگارتون در بهشت فردوس میبینید همونطوری که ماه شب بدر میبینید، بدون هیچ ازدحامی. للذین احسنوا الحسنى و زیاده. نعمتی بالاتر از بهشت دیدار خداست که وقتی خداوند متجلی میشه این پرده حجاب رو بلند میکنه، یک پارچه نوره. سبحان الله، الله نور السماوات والارض. اونجا دیگه بهشتیان، حور بهشتی و نعمتهای بهشتی و انهار بهشتی و درختهای بهشتی و میوههای بهشتی و قصرهای بهشتی همه رو فراموش میکنن، مات و مبهوت میشن در مقابل این همه جلال و جمال. برای خودتون قیمت پایین نزنید، الله خریدار شماست. وقتی با الله معامله نکردید دیگه اونجا بیرون ایستاده ابلیس. مواد مخدر بهت میگه تو رو میگیره، مشروبات بهت میده تو رو میگیره، زنا بهت میده تو رو میگیره دیگه. وقتی این همه انسان ذلیل باشه، قیمتش با این باشه که دیگه حاضر نشه با الله معامله بکنه، باید بره با شیطان معامله بکنه. کالا و متاع شیطان دیگه مواد مخدر، زناست، رباست، ظلم، فحشاست.
پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل میکنه که خداوند ملک الموت فرستاد قبض روح پسر یکی از بندگانشو بکنه. وقتی رفت که قبض روحش بکنه، تنها پسرش بود، عزیز بود، قبض روحش کرد، برگشت پیش خداوند ازش سوال کرد قبضتم ولد عبدی فلان، قبض روح کردید بچه فلان بنده منو ازش گرفتید؟ ملک الموت که بار الله خودت منو فرستادید. دیگه نه، من میخوام چه جواب از تو بشنوم. گفت به امر تو بله یا رب. گفت قبضتم ثمرة فؤادی، میوه دلشو ازش گرفتی، جگرگوشش؟ گفت بله یا رب، به امر تو رفتم من، تو منو فرستادی که برم جگرگوشش، میوه دلشه، عزیزشه، تنها پسرشه، فرزندش ازش بگیرم. سوال سوم، فماذا قال عبدی، عکس العمل عبد من و بنده من وقتی جگرگوشه و میوه دلشو ازش گرفتی، عکس العملش چی بود؟ یقشو پاره کرد، خاک ریخت رو سرش، حرفای بی ربط زد. ای خدا، دیواری کوتاه‌تر از من ندیدید؟ همین تنها پسرم بود، بچه‌م بود، عزیزم بود، میوه دلم بود. فماذا قال عبدی، عکس العمل عبد من و بنده من چی بود؟ ملک الموت به رب العزت و الجلال میگه دو تا عکس العمل نشون داد، حمدک و استرجع. فقط دو تا جمله گفت در کمال متانت و صبوری. اون دو تا جمله چیه؟ حمدک، جمله اول حمد تو رو به جا آورد، گفت کار خدا، شکر خدا، الحمدلله. گفت جمله دومش چی بود؟ و استرجع، کلمه استرجاع گفتن انا لله و انا الیه راجعون. جمله سوم دیگه نگفت، دست از پا خطا نکرد، فقط دو تا جمله گفت، حمدک و استرجع. گفت الحمدلله، کار خدا، شکر خدا. امروز پسرمان رفته، ما هم به پسرمان ملحق خواهیم شد. انا لله، ما ملک خدا هستیم، الله حق تصرف در ممتلکاتش داره. گفت فقط همین دو تا جمله گفت، دیگه هیچ عکس العملی نشون نداد. گفت هیچ، نه اعتراضی، نه خداوند دستور داد رب العزت و الجلال، گفت برید در قلب بهشت، بهترین نقطه بهشت فردوس من، قصری رو برای این بنده حامد من و شاکر من بنا بکنید، رو سردرش بنویسید هذا بیت الحمد، این خانه حمده برای بنده حامد من، سموه بیت الحمد. سبحان الله.